baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. صبح تا برسم فکر کنم 9 و 20 دقیقه 9 و نیم بشه. امروزم غذا ندارم احتمال باید برم توی دانشگاه چیزی پیدا کنم بخورم برم که امروز خیلی کار دارم. ولی دقیقاً طعم گوجه باقی میده. فقط حیف که تلخه وگرنه همونه، ترشه ولی تلخه.
are your results, especially to adjust this criteria. And I know that in your previous presentation, each window is then imported with the QD key and value. The QD vector basically focus on the parts of windows which requires to be compared against the better is for classification approach. Then the weights are more 교수님들께서 답장이 안 없어요? 내일부터 시작이라 내일 더 한번 더 해주세요. GPU reservation is 그쵸. 정경화 교수님께서만 답장 오면 될 것 같아요. 프레스 교수님이 괜찮다고 하셨고 because if I write my numbers, might not see. So this is inside. بعد از سمینار هم استاد سر رو ما گرفت، گفت که بیا صحبت کنیم. من دیگه نتونستم از اون قسمت ها فیلم بگیرم، ولی این فکر کنم 3مین بار یا 4مین باری که استاد ازم میخواد دکترا رو ادامه بدم. به هم گفت که من مطمئنم که مقالت قبول میشه، مطمئنم که اگر که قبل از فارغ التحصیلیت توی دوران ارشد هم نتونستی، ولی مطمئنم بعد از یکم دیگه تلاش کنی 1-2 جای دیگه هم بفرستی مقاله رو اوکی میشه حتما. بر همین من واقعا امیدوارم که تو دکترا رو ادامه بدی که بتونی روی این پروژه کار کنی، ولی من واقعا نمیتونم توی این لب دیگه بمونم چون هیچ کس نیست که کمکم کنه. همه بچه ها موضوعات مختلفی دارن، واقعا کسی نیست که بتونم ازش چیز درستی یاد بگیرم، همش باید خودم باشم. این درسته که دانشجوها خودشون باید دنبال چیزایی که میخوان برن، ولی من حتی نمیدونم چی درسته چی غلطه. یعنی دوست دارم خودم دنبال یه چیزی برم، ولی در نهایت استاد مثلا به هم راهنمایی کنه که این مسیر که دارم میرم درسته یا اشتباهه. ولی تو این شرایطی که الان ما داریم مثلا مسیر اشتباه رو میرم، این همه روش وقت میذارم، ولی هیچ کس نیست که به هم بگه این مسیر اشتباه بود و اینه که منو اذیت میکنه. من واقعا دوست دارم اگه هم قرار دکترا رو ادامه بدم یه جایی باشم که حداقل حتی اگه قرار به هم سخت گیریم کنن من مشکلی ندارم، ولی به هم بگن که این مسیره که دارم میرم درسته یا اشتباهه. واقعا تو این لب بمونم. اگه هم قرار باشه که یه روزی دکترا رو ادامه بدم هیچ وقت اینجا با این استاد خودم ادامه نمیدم، با وجود اینکه خیلی استاد مهربونیه، خیلی استاد شیرینیه، گوگولی پگولیه، خیلی راحت میگیره، همه چیزو سخت نمیگیره و همین راحتی که گرفت باعث شد که من مسیرم رو خیلی راحت و بدون استرس پیدا کنم، خودم رو کشف کنم، علاقه که دارم رو کشف کنم. این خوب بود، ولی از یه جایی به بعد رو دیگه من نیاز به یه راهنمای درست حسابی دارم. واقعا به تنهایی فکر میکنم نمیتونم ادامه بدم. چطوره؟ خودم این لباسه خیلی با لباسایی که همیشه میپوشم فرق داره، یعنی استایلش با استایلی که همیشه میپوشم خیلی فرق داره. خواستم یکم از اون استایل تکراریه در بیام، یه استایل جدید امتحان کنم. خیلی عادت ندارم به اینجور استایلا،
ولی فکر میکنم چون که رنگش روشن باشه اگر که بخوام برم بیرون وسط گل‌ها و طبیعت‌ها باهاش عکس بگیرم قشنگ باشه. اینه برقم بررسی کنیم. این ماه 12,000 وون واسه من اومده و فکر میکنم نسبت به ماه‌های پیش یکم بیشتره، در حد 2-3 هزار وون، یکم از ماه‌های پیش بیشتره. پرداختش از چندین روش مختلف میشه پرداختش کرد. کاری که من میکنم اینه که از طریق یکی از اپلیکیشن ها این کد رو وارد میکنم و واسم همه مشخصات و همه چیز رو کامل و دقیق میاره با این کد و دیگه میتونم از اون طریق پرداختش کنم. خب این بود از امروز من. اگر که فرصت کنم واسهتون الان بدوم برم، کلی کار دیگه دارم، بعد برم ویدیو رو ادیت کنم، روی پایان نامه‌ام کار کنم چون هنوز کلی کار دیگه مونده. برای فردا هم باید غذا درست کنم، غذا ندارم هنوز، و اینکه خونه هم خیلی به هم ریخته است. واسه همین دیگه فکر نمی‌کنم فرصت کنم که بتونم همه اینا رو واسهتون فیلم بگیرم. نهایت اینه که اگر که دیدم به کارم رسیدم لحظه آخر فقط یکم از غذا فیلم بگیرم و بذارم، ولی نمیتونم. من بدوم برم به کارم برسم که خیلی کار دیگه مونده. و اینکه مرسی که امروزم با هم بودید. هر نظری دارید حتما به هم بگید. اگر دوست دارید راجع به چیزای بیشتری بدونید برام کامنت کنید، من حتما توی ویدیوهای بعدی راجبش صحبت میکنم. مرسی که امروزم با هم بودین. فردا میبینمتون. بای بای.